هیچ. مزاحمت میکنم. باز دکان زرگری در کجاست؟ Run. شامدین منگل خوست بردک روغ لیوانای. بیادرم مزاحمت نکن، یک محاسبه داریم. دستم 12 است. صنف 12 است. در اینجا یا در کابل یا در پروان؟ نه در پروان. مزاحمت نکن بیادر، دیگه این دفعه حوصله نیست. 6 نفر است. 7 نفر میشه بچه بچه. برو کاکا طرف بون. وطندارای عزیز، هموطنان گلم، سلام ما را پذیرا شوین. انشالله در گوشه و کنار افغانستان که هستین، چی در داخل چی در خارج، صحت و عافیت باشین. باز هم با یک کمری مخفی و یا پرنگ برگشتیم هموطنان عزیز. ما روی این عزیزی و همکار بسیار خوبم میلاد حکیمی در خدمتتون قرار گرفتیم. حکیمی صاحب قربانت عزیز صاحب، هموطنان نهایت عزیزم، سلام و درود دوباره. انشالله که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم میخوایم یک پرنک جالب داشته باشیم و عزیزی صاحب بخوام میبینین که تصویر در گردن خود انداخته. همچنان بسیار سوژه های جدیدی روی کار است و در نظر داریم ای که تا چی اندازه کمری مخفی ما جالب است. شما در تصویر بیننده باشین. میریم بخیر ثبت میکنیم. بله، خاص به خاطر لبخند شما و خوشی شما هموطنان عزیز. بریم بخیر ثبت کنیم. نهایت عزیزم، سلام و درود دوباره. باز هم ما در منطقه تپه وزیر اکبر خان هستیم و همینجا یک جوان دیگه همراه ما سر خورد. گفتم باشه گال اول از اینا رو بپرسیم، جزئیات بیشتر از خودشان میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله. یک کمکی کنید. خوب است. بخیر باشه. اگر یک معرفی داشته بیننده. فهیم الله ظاهری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی. بسیار خوب. فهیم الله جان ظاهری. فهیم الله عزیز، درس تحصیل چقدر کردی؟ این درس بچه خونده؟ که چی میکنی اینجا بچه؟ درس هیچ نخوندم. چی میکنی بیادر؟ نکنین با بتانا تیلا نکنین که میفته زیر دبستان. من را مجبور نسازین. او بچه فهیم تو را چند دفعه گفتم دایی. هیچ نمیشه. نکن با اولین بتانا بار است تیلا که نکنین، میشنم. کار میشین به خدا کار. چی کار داری بیادر؟ ما برنامه ثبت داریم. من با بیسی میستم، با بیس هستم بچه. اولین بار است رو میبینم. میگه بابیش هستن. نه اولین نتین مرا آزار نتین پدر آزار بابا آزار نباشین بچه. چرا شما این کارا را میکنین؟ برو بابا جای که جای دیگه برو بابا جان در دیگه جای برو. صدقه چند برنامه ثبت داریم. برنامه ما را خراب نساز. چیزت خو نمیشه. نیست. درس تحصیل در کابل کردی یا در بدخشان؟ درس ما هیچ نخوندم. هیچ نخوانده تمام روز بچه دمی کوچا میگشتن. اینو چند دفعه گفتم برو درس بخون بچه. کاکا جان، بابا جان، صدقه چند برنامه ثبت داریم. چرا این برنامه ما را خراب میکنی؟ برنامه چی از بچه؟ این نواسه از بچه. چند دفعه گفتم برو درس نمیخونه. اولین بار است که رو میبینم. یک دقیقه بانش که تمام مصاحبه کنه، باز پسان برو کتش گپ بزن. برو یک چند دقیقه اون طرف برو که من یک چند دقیقه مصاحبه شه بگیرم. بچه ما سن سالمون چی نیست، مصاحبه چرا میگه بچه؟ برو کاکا جان، بابا جان، صفحه چند اون طرف برو که ما برنامه خود ثبت کنیم. خیره بیاده. فهیم جان عزیز، درس تحصیل گفتی هیچ نکردی؟ هیچ نکردم. چرا شوق نداشتی یا چی رقم؟ نه نداره شوق علاقه. کاکا جان ما را به لحاظ خدا خیره بانش. چی رقم مردم گیر آمدیم؟ خب خیره. فهیم جان عزیز، خانه اصلی در کابل است یا در بدخشان؟ نه در بدخشان است. در بدخشان است. اینجا میمان آمدی؟ نه اینجا کار میکنم. با کار آمدی؟ وظیفه چیه؟ چی شغل داری؟ وظیفه کوچا را متر میکنه بچه. او طرف شو کاکا جان، حساب مرا خراب نکن. ریش سفید است نزنم. خیره بانش. فهیم عزیز، کار گفتی میکنی. وظیفه چی است؟ چی کار میکنی؟ چوکیدار است بچه، چوکیدار. حالا حول ولا قوه. ریش سفید است اگه نمیزنم. برو کاکا با لحاظ خدا بمون. خیره بانش. دیوانه انسان از بگی خیره دست مالت بگیر. پس شما با بتونه تیلا میکنین بچه میکارا هیچ نمیفهم. خب چرا مزاحم میشید اینجا خواهی؟ من نکردم مزاحمت بچه.
چرا این کارا رو میکنی بچه؟ کجاست آرمان کجاست؟ اولین بار است را میبینی دیوانه است چی؟ اندیوارت نباشه. نه کاکایت اندیوار اولین بار است تو بس که بیخی قطغنی روان هستی بابا. روان است خیره. این طرف اگه بابت باشه غیق ماست. نه خب بابا نیست اولین بار است که را میبینم. بسیار خوب. گفتی وظیفه چی بود؟ بیکار. برو با کاکا او طرف برو بان که ما برنامه خود ثبت کنیم. خب فهیم بود نامت؟ فهیم جان عزیز گفتی وظیفه تمی چند بار شد من پرسان میکنم مزاحمت میکنم وظیفه چی بود؟ وظیفه ام خدا چوکیدار است. بچه چوکیدار هستی. چه خاتم بودی کوکو؟ میشناسی منو؟ امیره میشناسی؟ نمیشناسی گردنک نزن میشناسی امیره؟ تاوان ناقصی به خدا بابا. نه نمیمونه کی. خیلی بیا. کجا هستی قسمی آدم؟ اگه بفهمم. میگه بابیش هستم. نه ما اولین بار از دمی جا آمد مسافر است اولین بار است. خیر حوصله کو. باز در اینجا چند نفر هستین؟ در فامیل چند نفر هستین؟ چند نفر زندگی میکنین؟ بچه 13 نفر. او نو. در اینجا خب من تنهایی هستم. خب در بدخشان فامیل تعداد چند نفر هست؟ یگان 6-7 تا هستن. دروغ میگه بچه. تو خاتم بودی؟ بچه من بابیت هستم تو بابیت نمیشته. برو دیگه کاکا مزاحمت نکو. حساب ما رو خراب نکن که باز کدام چیز میگم پس پیش ما خفه میشی. فهیم جان عزیز تعداد فامیلتون چند نفر است؟ تعداد فامیل ما 6 نفر. 6 نفر هستیم. 7 نفر میشه بچه بچه. برو کاکا طرف بون. بیا این طرف بیا خیره. جدی نشو. این دوست ما است. همکارم است. خب ما مزه خاطر این قوارشم به بابا نمیخوره بیخی دیوانی باری. بیا نمیزنه بیا نمیزنه خیره. این دوست ما است گفتیم یک چند دقیقه بکش. گفتیم یک چند دقیقه حوصله‌ت امتحان کنیم ببینیم چقدر صبر و حوصله داری. باز ما فرین حوصله‌ت که سر ریش سفید وار نکردی اگر چه خیلی سفید هم نیست. تشکر زنده باشین. بخشش باشه اگر پیامی داشته باشین که امراض خدمت. بخیر باشین زنده باشین. تشکر سلامت باشین. دوستان نهایت عزیزم سلام و درود دوباره امیدوار هستم خوب و صحتمند باشی. باز هم ما در منطقه پارک برو بیا در طرف برنامه ثبت داره. او طرف برو. مزاحمت نکن بیادر. خب محاسبه داریم. ما شوق علاقه برنامه دارم خب که ما کس مصاحبه نمیکنم. 5 دقیقه یک بار ما گپ خدا بزنیم باز پسند بیا. از تو پسند مصاحبه میگیریم. در ادامه برنامه هستیم. یک دوست ما همراه ما از گفتیم یک چند کلمه راجع بزنیم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی صحتمند؟ بخیر باشین. قربانت. اگه یک معرفی داشته باشی خدا برای بیننده. شامدین منگل خوست بردک روغ لیوانای. بیادرم مزاحمت نکن ما یک محاسبه داریم. اینجا من امروز ازی صحبت دارم. او طرف برو برنامه ما رو خراب نساز. من موزیک میشم. برو او طرف برو. خب خیره. یک معرفی خدا اگر داشته باشی. خودم رحمان الله از ولایت پروان مسئولی سیاگرد قربان هستم. بسیار خوب از پروان زیبا بسیار جای سرسبز است. بله خوب زیاد از دری قربان بود بیخی. دری قربان بسیار مقبول است. بسیار زیاد. به شک والا چی وقت میمون ما میکنی بیادر بریم یک روز میمون شما خدمت هستیم. مزاحمت نکن بیادر. بیادر امروز ازی گپ میزنم برنامه ما رو خراب نکن. او طرف برو. ما کمره را دیدی برنامه ثبت داریم. حالا شما کار تو من کار خود میگم بیادر. کار خود او طرف برو بکو بیادر. خیر بیا به جای ما توست داری. خیره باش. گفتین از پروان هستین. خانه اصلی در پروان است یا در کابل؟ نه کابل. پروان. مزاحمت نکن بیادر. از قربان. خانه پروان است. خانه اصلی در پروان است؟ بله. باز در اینجا چطور که آمدی؟ میمان آمدی یا اینجا خانه؟ باز شنبه پس میره خانه. چکر میزنه جمعه مزاحمت نکن شنبه میره بیادر. خانه. چکر چکر میزنه جمعه شنبه میره خانه. مزاحمت پس میره خانه نمیره خانه. نه میره من نمیره خانه. نمیره. مردم هستن بیادر امیر یکی تو اون طرف برو بیادر او طرف برو. او طرف برو. بسیار زیاد تشکر. باز گفتی خانه اصلی در پروان است. اینجا چکر آمدی چی رقم؟ بله چکر آمدیم. با چکر آمدی؟ بله چقدر وقت میشه کابل آمدی؟ امروز آمدیم. نه امروز آمدی. زحمت نکن بیادر ما را میمونیم محاسبه کنیم یا نه؟ بیادر امیر یکی تو اون طرف ببره. ای امیر
طرف ببری چی رقم بی عقل مردم هستن برو بیادر این طرف برو بان که مردم کارو خدا کنه چی رقم مردم هستی شما چه رقم مزاحم مردم هستن همیشه روز تا بیگاه بخیر ما برنامه بخیر روز تا بیگاه بیکار غیر ما مزاحمت برنامه کنه. خود را ثبت کنیم که باز ناوقت میشه کار داریم باز درس تحصیل درس خوندی بله مکتب سر. میری مکتب میری یا خلاص کردی پانتون بله میرم دستم 12 هستم صنف 12 هستی در اینجا یا در کابل یا در پروان نه در پروان مزاحمت نکن بیادر دیگه این دفعه حوصله نیست حوصله کردی خیلی کی طرف بیا که در کامرا درست بیایم گفتی صنف 12 هستی در کدام مکتب هستی لیسه حضرت علی کرمانه هاچو در پروان است بله جان دولسولی سیاگرد خود اول سوال سیاگرد بیادر بسیار زیاد تشکر گفتی صنف 12 هستی چند نمره هستی در مکتب اول نمره یکم کی طرف بیا اول نمره هستی بله. نام خدا اینت لایق بچه هستی در مضامین کدام مضمون خوشت میاد ریاضی انگلیسی مزاحمت میکنه ولی با شرط دفعه من حوصله ما را خیر گرفت. دور است خیر قصهش نشو مضامین گفتی انگلیسی خوشت میاد بله. باز که مضامین ساینسی چطور هستی خوب است ریاضی مزامین کیمیا ساینسی فیزیک خب بیخی مزامین خوب باره بیخی هستن خوش داری بله یکم آسان هم هستن آسان هستن مردم خو از ریاضی میگریزه ریاضی را کس خوش نداره چطور قاعده می‌خوای؟ انگلیسی با سخت نیست به اندازه انگلیسی داره. سخت نیست انگلیسی سخت است انگلیسی سخت بله. نیست مزاحمت میکنم روزگار ام دفعه حوصله مرا گرفته دیگه خیره بیا حوصله که والا بانش خیره در انگلیسی در سال پیش چند نمره گرفته بودی 60 60 نمره گرفته بودی نام خدا بشک با در ریاضی و کیمیا و این چیزا چند هیچ مزاحمت میکنم بسیار زیاد جدی نشو خیر دوستم است همکارم است این دوست بیا عزیزه بیا نمیزنه بیا گوشکی تا میده که تاونی کرد بخشش باشه من خبر باش نمیکنم میکنم گپ نیست این گوشکی تاونی شد دیگه عزیز صاحب ای دوستم است گفتیم یک چند دقیقه به لبای هموطنان ما لبخند بیاریم و حوصله خودت امتحان کنیم دیگه بسیار زیاد تشکر که خیره گپ نیست اگر در اخیر پیامی داشته باشی که امروز در خدمت است تشکر زنده باشی قربانت بسیار زیاد تشکر خفه نشده باشی ان شاء الله ببخشید دوستان نهایت عزیزم در ادامه برنامه هستیم و باز هم همینجا همراه جوانا گپ و صحبت داریم یک جوان دیگه در پهلوی ما است که از اینا هم یک چند کلمه گپ بزنیم السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله خوب هستی برادر صحتمند شکر یک کمکی نزدیک بیا این طرف میشه که اسم مبارک تا برای ما بگویی و برای بینندای ما خود یک معرفی داشته باشی مصطفی احمدی هستم از ولایت کاپیسا سکونت فعلی کابل از ولایت زیبای کاپیسا از کدام منطقه کاپیسا هستی از کدام کوهستان ولایت دسته اول کوهستان نام خدا بسیار جای مقبوله خیریت لالا برنامه سب داریم بیادر اندیوالت است نه لالا من اصلا نمیشناسم برو لالا اون طرف برو که ما برنامه سب داریم اون طرف برو برنامه ما را خراب نکافریم بیا لالا این طرفه یک چند دقیقه برو اون طرف برو ما این برنامه خدا بگیریم خب بسیار خوب اسمت چی بود فراموش مصطفی جان عزیز درس تحصیل چقدر درس خوندی درس نخوندی تحصیل تا صنف 10 خوندیم چاش تا مکتب خونده روش خوندی میگنی برنامه سب داریم بیادر کمرا را میبینی اور چیزی که حقیقت است بیادر حقیقت است ایره تو تو از دل میشناسی ما چی خبر داری برو اون طرف برو صدقه چم برو بان که ما برنامه خدا سب کسی داریم بگه کسی آنش نه تو نفتا برو اون طرف نیست برو لالا ما خیره. مشکل نداره برو مجھے ٹھکروں میں نہیں جینا در خوندی ادامه میتی یا نه چی رقم است نه خیر نه ادامه نمیتیم رفته بودیم تا ایران خب دوباره رفته بودی برگشتیم. مهاجر شده بودی بله واس قاچاق رفته بودی یا قانونی قاچاق رفته بودیم قاچاق رفته بودی از سختی های راه قاچاق بر ما بگو چقدر سخت است راه ایران قاچاقش چقدر سخت است چه رقم میشه لالا برای چی دروغ بگم لالا میمونیم ما گپ بزنیم یا نه باز گفتی ایران رفته بودی
قاچاق رفته بودی یا قانونی رفته بودی؟ چی رقم بود؟ قاچاق رفته. بیا لالا در جای من سوچو خیلی گپ بزن. خیلی خنده میکنی؟ حتما تکلیف حساب چیز داره. خیر است چی اینجا گفتی قاچاق رفته بودی ایران؟ بله. با چی رقم بود راه قاچاق؟ چی رقم بود؟ سخت بود آسان بود؟ لالا تو از راه قاچاق چی را میفهمی؟ بیا در جای من سوچو مصاحبه بده. میمونیم ما گپ بزنیم یا نه؟ این برنامه ما خلاص شد که ما عجله داریم روان هستیم. گفتی راهش سخت است، چی رقم است؟ مردم ها چی رقم است؟ امکان مردن است نیست؟ 100% امکان مردن داره، 99% امکان مردن است، 1% امکان زنده ماندن است. والا باز حالی چی کردی؟ درس تحصیل؟ بیا لالا در جای من سوچو باز گپ بزن. دکان زرگری گفتین دارین. باز کاروبار چطور است؟ وضعیت های طلا فروشی چی رقم است؟ گرام چند رسیده طلا؟ لالا بیا در جای من سوچو باز گپ بزن. گرام چند است طلا؟ فعلا دیگه 4350 افغانی میه. بیا لالا در جای من سوچو مصاحبه بده. نه بانو بیا در برو طرف. الهی ما بتی چی رقم مردم بازی بار میزنم تا. چی رقم مردم هستن به خدا. عجب هیچ فرهنگ یک کمی فرهنگ یاد بگیری. او بیا در ما مصاحبه داریم. نه بیا خیلی طرف سوچو. گفتی گرام چند است طلا؟ 4350 افغانی است فعلا. اگه ما بیایم به دکانتان طلا بخرم عروسی مگه باشه باز ناراحت میکنین؟ ما برای جورش میکنیم هر چیز که باشه. بیا لالا در اینجا سوچو مصاحبه بده به جای من. میمونی گپ بزنی یا نه؟ باز دکان زرگری در کجاست؟ داشار. یه همکار ما دوست ما بیا عزیزی صاحب. اوه لالا میبرشی من نفهمیدم. دوستای نهایت عزیز می بود داشته های برنامه امروز ما. خدا کنه خوشتان آمده باشه و تا آخر بیننده بوده باشینش. شما دیدی که عزیزی صاحب هم دیگه از ریش سفیدای 2024 است. نام خدا استایل است که از مکه بدتر استایل زده. وطندار رای گلم تایی که یک بار دیگر من رو این عزیزی و همکار بسیار خوب میلاد کی در خدمتتان قرار میگیره. تمام شما را بلای پاک میسپارم. لایک کامنت و سابسکرایب صفحه یادتان نره که باز با بهتون خفه میشه. به خدا تا درود دیگر بدید. خدا حافظتان.